همه ما میدونیم آب برای بدن حیاتی، اما اکثر ما هنگام نوشیدن آب اشتباهاتی و مرتکب میشیم. من در این ویدیو رازهای یک پزشک روسی به نام گریگورویچ که بیش از 100 سال عمر کرده رو بازگو میکنم تا شما اون اشتباهاتی که هنگام خوردن آب مرتکب میشید رو اصلاح کنید و توی 7 روز به درمان کامل بدن خودتون بپردازید. و در آخر ویدیو 6 نشونه که نشون میده بدن شما دچار کم‌آبی شدید هستش یا خیر رو پرداختم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. راز اول، قبل از خواب یک لیوان آب بنوشید تا بدن خودش رو احیا کنه. بهترین تایم برای نوشیدن آب 1 ساعت قبل از خواب هستش. نوشیدن آب باعث پاکسازی سموم بدن، دفع مواد زائد و هیدرات شدن بدن میشه. یکی از نشانهای تکرار ادرار خوردن بیش از حد آبه. پس در مصرف مقدار آب دقت کنید. شاید باورتون نشه نوشیدن آب در ساعات پایانی روز میتونه جلوی سکته های سر صبح رو بگیره. راز دوم، آب رو کم کم بنوشید، نه یک دفعه. نوشیدن کم کم آب باعث هیدرات شدن بدن میشه. پزشک روسی معتقده که نوشیدن آب به صورت کم کم باعث هیدرات شدن بدن شما میشه و اندامهای حیاتی مثل قلب و کلیه رو تحت فشار قرار نمیده. نوشیدن آب به مرور زمان باعث سرحال شدن، شاداب شدن و جوانی شما دوستان عزیز میشه. راز سوم، آب خیلی سرد ننوشید. نوشیدن آب سرد باعث دیر هضم شدن غذا و آسیب به دستگاه گوارش شما میشه. نوشیدن آب ولرم باعث بهتر شدن هضم غذا، کمتر شدن احتمال دل درد و جلوگیری از سرد شدن بدن میشه. متعادل شدن دمای بدن، بهتر شدن جریان گردش خون و کمک به سیستم ایمنی بدن یکی از فواید باور نکردنی نوشیدن آب ولرم. راز چهارم، موقع غذا خوردن از نوشیدن آب بپرهیزید. این کار باعث عدم جذب مواد مغذی و رقیق شدن اسید معده میشه. بهتره نیم ساعت قبل از غذا یا 1 ساعت بعد از غذا آب بنوشید. این کار باعث بهتر شدن در هضم غذا و جلوگیری از ترش کردن معده میشه. راز پنجم، میزان مصرف آب رو بر اساس وزنتون تعیین کنید. برای محاسبه کردن وزن خودتون در 30 الی 40 میلی لیتر ضرب کنید. مثلا اگه شما 50 کیلو هستین یعنی در روز حدود 1.5 تا 2 لیتر باید آب بنوشید. راز ششم، قبل از ورزش کردن آب بنوشید. این کار باعث بهتر کار کردن عضله‌ها و جلوگیری از گرفتن اونها میشه. پس قبل از ورزش نوشیدن آب رو فراموش نکنید. راز هفتم، مطمئن بشید آبی که می نوشید کاملا تمیز و بهداشتیه. نوشیدن آب آلوده به اندامهای شما آسیب میزنه و سیستم ایمنی بدن رو تحت فشار قرار میده. آب لوله کشی اصلا برای نوشیدن مناسب نیست. این آب علاوه بر داشتن کلور و فلوراید دارای سم خطرناکیه که برای سم‌زدایی گیاهان ازش استفاده میشه. میتونید از آب چشمه و آب تصفیه شده استفاده کنید. خب بریم سراغ 6 نشونه که نشون میده بدن شما کم آب هستش یا خیر. لایک و سابسکرایب کردن یادتون نره. نشانه اول، وجود سنگ کلیه در بدن هستش. آب تمیز و پاکیزه باعث عدم تشکیل سنگ کلیه در بدن میشه. نشانه دوم کم‌آبی بدن، فشار خون پایینه. اگه شما هم دچار سرگیجه و فشار خون پایین هستید میتونید به مصرف نمک و مایعات به اندازه کافی بپردازید. نشانه سوم کم‌آبی بدن، ادرار بسیار تیره یا مایل به تیره است. اگه ادرار شما داره تیره میشه به مصرف بیشتر آب بپردازید. نشانه چهارم کم‌آبی بدن روی پوست شما هستش، به این صورت که پشت دست خودتون رو به صورت نشکون بگیرید. اگه پوست شما سریع به حالت قبل برگشت یعنی بدن شما دچار کم‌آبی نیستش، ولی اگه نشکون گرفتید و پوست شما به این حالت موند یعنی که با کم‌آبی شدید روبرو هستید. و اگه این حالت به صورت کم کم به حالت قبل برگشت یعنی بدن شما دچار کم‌آبی میشید. نشانه پنجم، دهان خشک و چسبیده. اگه دهان شما مدام در حال خشک شدن و چسبیده شدن هستش نشانه کم‌آبی بدن. نشانه ششم، یبوست حتی بعد از مصرف سبزیجات زیاد. زمانی که سبزیجات مصرف می‌کنید آب به مقدار زیاد بنوشید، چون سبزیجات دارای مقدار فیبر هستند.
و برای اینکه دچار یبوست نشید باید آب زیادی بنوشید. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه بنده بودید بسیار سپاسگزارم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر این ویدیو رو لایک و کانال خودتون رو سابسکرایب کنید.